پشت پرده به بالهای سیاسی اهمیت نمیده و شطرنج باز خوبی. پشت پرده به همه موضوعات میپردازه و با کسی تعارف نداره و تنها خط قرمز ما مردم. ما اجازه نمیدیم که رسانه‌ها از عدم سواد رسانی مردم سوء استفاده بکنند. پشت پرده. مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده سلام، من امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امروز قصد داریم که شهاب حسینی رو قشنگ بشوریم بذاریم کنار. حالا چرا؟ این ویدیو رو اگر تا انتها ببینید خودتون متوجه میشید. آقای شهاب حسینی که متولد 14 بهمن 1352 هستن و برای تولد 47 سالگیشون و البته یکی از کارهای سینمایی رفته بودن امریکا. به ناگهان یک فیلم در حین تزریق واکسن کرونا از ایشون لو میره و در رسانه ها افشا میشه. این اتفاق باعث میشه که واکنش‌های عجیب و غریبی در فضای مجازی بیشتر کاربرها داشته باشن و البته واکنش ما و کاربرای فضای مجازی به این نیستش که آقای شهاب حسینی چرا رفتن و واکسن زدن. دمشون گرم، اقامت دارن. به قول این مجری تلویزیون که حالا جلوتر هم پخش میکنم صحبتاشو، گفته که واکسن واسه ایمنی بدنه، هر کسی هر کجای دنیا بتونه واکسن بزنه نفر اول میره واکسن میزنه. آقای شهاب حسینی هم خب تونسته بره آمریکا واکسن بزنه، اونم به خودش مربوطه اصلا. تونسته، خب دیگه شما هم بتونی میری میزنی. هر کسی بتونه این کار انجام میده، چون واکسن برای ایمنی بدن هست. هر کسی بتواند انجام میده. بله، طبق صحبت‌های این مجری طرفدار شهاب حسینی که قشنگ تابلو داره طرفداری میکنه، مردم با واکسن زدن مشکلی ندارن و هر کسی هم اقامت هر جایی رو داشته باشه بهتون قول میدم با شیرجه میره و واکسن رو میزنه و هم میگن که حالا واکسن زده دیگه. اما مردم با چیز شهاب حسینی کار دارن. منظورم اینه که ایشون یه مقداری چاپلوسن توی رفتارشون و در اعمالشون، یعنی رفتارشون با اعمالشون نمیخونه و باگ دارن. و بذارم این ور این مرغ ها رو که خیلی همین روزو من توی ویدیو ازش استفاده میکنم. مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده سلام، لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. ما نشان نقره یوتیوب رو دریافت کردیم. خواهش میکنم ما رو سابسکرایب کنید. دوستان عزیز، برای بار چندم دارم میگم ما رو سابسکرایب کنید. آقا سابسکرایب کن که میخوای چیکار کنی؟ لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. مردم با رفتارهای متناقض شهاب حسینی مشکل دارن و جالبه که بعد به آقای شهاب حسینی لقب مرد پرحاشیه بهمن ماه رو بدیم. چرا؟ از 20 سال پیش ایشون در بهمن ماه چیز میکردن. بریم این ویدیو رو ببینیم. الان 20 ساله که ما هر سال بهمن ماه که میشه مراسم شکرگزاری داریم. خدایا به خاطر شکرگزاریت شکرت. بله، میگفتن که ما 20 ساله نمیدونم شادیم و حالمون خوبه و نمیدونم شکر خدا و اینا. بعد نمیدونم چی شد که 20 سال بعدش ایشون در همون جایی که شاکرش بود کار جواب نمیداد و کار در نمی آورد. ایشون رفتن امریکا و کار در آوردن و واکسن کرونا رو تزریق کردن. حالا میریم جلوتر به این واکسن کرونا هم میرسیم، اما یه مقداری پشت پرده از آقای شهاب حسینی بگیم بیایم جلو. شهاب حسینی سال 1378 79 توی رادیو برنامه‌ای رو اجرا می‌کردن، اما با لابی اسماعیل عفیفه اومدن و در سریال پس از باران بازی کردن. آقای شهاب حسینی و ایشون وارد صنعت سینمای ایران شدن. در طول این سالها فیلم ها و سریال های زیادی هم بازی کردن، جوایز متعددی هم گرفتن که دمشون گرم و واقعا حتما لیاقت گرفتن این جایزه ها و تندیس ها رو داشتن که بهشون هم تبریک میگیم و خلاصه درو کردن دیگه از خرس برلین و جشنواره کن و جاهای مختلف. اما رفتارهای متناقضشون عجیب و غریب بوده. برمیگردیم به بهمن ماه سال 98. میگم دیگه همیشه این آقای شهاب حسینی تو بهمن ماه یه سیخکی به حاشیه‌ها میزنه
اومد و یک بیانیه منتشر کرد. برای چی بیانیه منتشر کرد؟ بسیاری از سلبریتی ها و بازیگرهای سینما ایران گفتن به خاطر اون اتفاقی که برای هواپیمای اوکراینی افتاد و نخبه هامون ما از دست دادیم که اکثرا ساکن کانادا بودن و این حادثه تلخ رخ داد و این هواپیما با موشک زده شد، ما نمیریم در جشنواره فیلم فجر شرکت بکنیم، به خاطر اینکه اسمش هم جشنواره است، جشنه و به نوعی میخوایم با اون خانواده های داغدار باشیم و اصطلاحاً یه احترام به اونا باشه. شاه حسینی اومد و یک بیانیه منتشر کرد در بهمن 98 و گفتش که خب جشنواره فیلم فجر یک فرصتیه که ما میتونیم خودمون رو نشون بدیم و حتی اگر بخوایم اعتراض هم بکنیم میتونیم تو این جشنواره بیایم و خبرنگارها و رسانه‌ها هستن و اعتراض بکنیم. که من یه ویدیو هم همون پارسال منتشر کردم و گفتم که خب به حال آزادی بیانه و باید به عقاید همدیگه احترام بذاریم. حالا آقای شهاب حسینی دوست داره شرکت بکنه، بقیه دوست ندارن شرکت بکنن. از اون طرف آقای شهاب حسینی اومد و نسبت به مسعود کیمیایی واکنش نشون داد و یه بی‌احترامی کرده بود بهش. جشنواره فیلم فجر مثل هر فستیوال دیگه‌ای در این دنیا یک امکانه. پسرش آقا پولاد کیمیایی اومد و جواب شهاب حسینی رو داد پارسال. بریم تیکایشو ببینیم. اولا آدمی که باید جوابشو بدی باید اندازه‌ی جواب دادن باشه و این رو یاد گرفتم. و دو، اینی که ما در واقع شکاف رو بیشتر بکنیم و خودمون شکل اون آدمی بشیم که بهش اعتراض داریم، خودش فضیلت نیست و خودش یک آفته. بله، گفتش که باید طرف اندازه این باشه که من جوابش دادم، منظورش به شهاب حسینی بود. اختلاف بین مسعود کیمیایی و شهاب حسینی به دوستی شهاب حسینی با بهروز وثوقی برمیگرده و شهاب حسینی پشت بهروز وثوقی در میاد و میدونید که چند مدتی بود بهروز وثوقی و مسعود کیمیایی با هم دیگه اختلاف داشتن. وقتی شهاب حسینی میاد خارج از کشور، مراسمی که بهروز وثوقی هم بوده حمایت میکنه از بهروز وثوقی. ببینید خاطرات ما با آقای وثوقی مربوط به دوره‌ای میشه که ویدئو یه چیز خلاف قانون بود و ما مجبور بودیم اینو قاچاق کنیم ببریم خونه و فیلم بگیریم. وقتی هم میرفتیم اون فیلمیا که از زیر پست و اینا میخواستن بهمون اون فیلم ها رو بدن، گفتیم فقط چون بختمون کمه پول نداریم دوز گرفتیم، فیلم خوب بده. گفت فیلم خوب میخوای ببینی کارهای بهروز. بله، ویدیو حمایت شهاب حسینی از بهروز وثوقی دید. مسعود کیمیایی هم که خب به حال وثوقی توی بیشتر فیلم هایی که من کارگردانش بودم قبل از انقلاب بازی کرده و توی آنتن زنده تلویزیون از بهروز وثوقی حمایت میکنه. من فکر میکنم خیلی خوبه که بهروز وثوقی برگرده اینجا فیلم بازی کنه، بذارن کارشو بکنه. از نظر ما اشتباه کرده رفته، خب آدم سیاسی که نیست که تصمیم درست گرفته باشه. آیا او هم الان میدونه اشتباه شده، اشتباه کرده؟ قطعاً اصلا موفقیتی که اینجا میتونست داشته باشه، جایی که میتونست داشته باشه، کار بکنه. یه بازیگر خیلی خوبمون رو ما از دست دادیم، یا فرضاً هنرمندای دیگه خیلی سال گذشته. بعد از این حمایت مسعود کیمیایی، بهروز وثوقی نمیاد یه تشکر خشک و خالی هم بکنه از مسعود کیمیایی و مسعود کیمیایی ناراحت میشه، میگه چه آدم بی‌معرفتی، ما اینا اومدیم ازش حمایت کردیم، آنتن تلویزیون صحبت کردیم، ممنوع التصویر و ممنوع صدامون کردن، اما این آدم واسه ما ترم خورد نکرد. تا اینکه پولاد کیمیایی میاد هم جواب شهاب حسینی رو میده، هم جواب بهروز وثوقی و هم این قضایا رو افشا میکنه. ببینید گذشتمون رو انکار کردن، پیشکسوتامون رو کوبیدن فضیلت نیست. من دیگه سکوت نکردم به جهت اینکه سالهاست داریم سکوت میکنیم. اون جوجه منتقدایی که پول گرفتن، ادای روشنفکری در آوردن، بیضایی رو زدن تا فراریش دادن، مهرجویی رو به این روز انداختن، کیمیایی رو به این روز انداختن،
عباس کیارستمی رو یادشون رفت؟ اونا کجان؟ اونا ما رو به این روز انداختن. در اون روز که ما سکوت کردیم اشتباه کردیم. کسان دیگه باید یه همچین چیزی رو میگفتن. بزرگترای ما باید این رو میگفتن. کسانی که نون و نمک نام مسعود کیمیایی رو خوردن و هرچی دارن از اوست باید امروز این حرفا رو میزدن، نه پسرش. اما من اگر دارم ریاکشن نشون میدم چون پدرمه و واقعیت رو نمیشه انکار کرد. آقای شهاب حسینی، من به شما توهین نخواهم کرد، به پدر توهین نخواهم کرد، اما یک بارم که شده مثل خودت با شما حرف میزنم. چون جواب شما رو ندم باز اتفاق میفته. باز حامد بهدادها، باز رادانها، باز آقای پرستویی ها و منتقدهایی میان حرف میزنن برای اینکه خودشون رو بزرگتر نشون بدن، میان از پله یک اسم دیگر استفاده میکنن برای اینکه بگن ما خیلی بزرگیم. آقای بهداد میاد مصاحبه میکنه در تلویزیون آقای جیرانی و میگه کیمیایی چی هست؟ کیمیایی هر چیزیست که تو ازش یاد گرفتی. کیمیایی اون چیزیست که اگه الان هستی به دلیل اوست. اگر الگوی شما بهروز وثوقی هر چی داره از همین چند تا فیلم داره که مسعود کیمیایی ساخته، یه دونه که نبوده. معرفت رو هنوز تو رفاقت اون میشه پیدا کرد. کسی که جرئت نداشت اسم بهروز وثوقی رو ببره توی آنتن زنده مسعود کیمیایی تنها کسی بود که نام بهروز وثوقی رو برد و اون هیچ ریاکشنی نشون نداد، هیچ تشکری نکرد. متاسفم برای گفتن این حرفا. این حرفا خیلی داره ما رو به جای بدی میرسونه. جامعه ما 700 رنگی شده، همه هر کی دلشون میخواد میگن. هیچ کی فکر نمیکنه این تریبون برای چیه، این تریبون رو کی به شما داده، برای چی باید شما این حرفا رو بزنی، اصلا به شما ربط داره که داری این حرفا رو میزنی؟ پوز روشن فکر گرفتن. شما میای در جشنواره اعلام میکنی که مسعود کیمیایی داره خیانت میکنه. مسعود کیمیایی در طول این سالها با شرافت زندگی کرده. در 73 سالگی با قرض و قوله خونه خرید. این سینما رو تقسیم کرده، نباشه جزوی از معمارای این سینماست. همه ما تأثیر گرفته هستیم ازش. شما چه چیزی درست کردید؟ شما 2 تا فیلم با آقای فرهادی داری که خود آقای فرهادی با تمام احترام از کیمیایی و مهرجویی اون نسل با احترام یاد میکنه و میگه ما هر چی داریم از اینا داریم، نه از گدا. این اتفاق متاسفانه گردن مردمه که امثال شماها رو بزرگ میکنن، به موقعیت میرسونن و به جایی که ازشون تشکر کنید از امام زمان تشکر میکنید. امام زمان جای خودشو داره، مذهبی بودن جای خودشو داره، جار زدن نداره، ولی مردم میفهمن که کی داره نون میخوره از این چیزا. شما اگه ادعای اینو میکنی که نمیتونی سکوت میکردی، چرا تو موقعیت‌های خیلی حساس دیگه سکوت نکردی؟ چرا از همون تریبونی که شما میگی باید ازش استفاده کرد تا حرف و بیان رو بزنیم، چرا از اونها استفاده نکردیم؟ تمام هنرمندهایی که پوز روشنفکری و اعتراض گرفتن و جبر زده شدن، همشون ماتیک زدن و لباسای عجق وجق پوشیدن و خنده و چشمک و یادشون رفت اصلا. افکار عمومی رو متوقف کردن، افکار عمومی رو منحرف کردن. 2 ماه پیش بوده، 3 ماه پیش بوده. ما ملتمون داغداره. هنوز که هنوزه خیلی از آدم ها هستن که خانواده هایی هستن که سیاه پوشن. ما ادعای روشنفکری میکنیم. هر جای دنیا این اتفاق افتاده بود 1 سال اون ملت جشن نمی گرفتن. اسمش جشنواره است. من انتقاد ندارم، ما باید آزادی داشته باشیم، هر کسی هر کاری دوست داره انجام بده. کسی که میخواد بره جشنواره بره جشنواره، کسی که نمیخواد بره نمیخواد بره جشنواره. ولی اونی که میره اون بالا محکوم میکنه اونی که نیومده جشنواره، این دیگه زور داره. ما به پدر بزرگانمون توهین نمی کنیم.
حتی اگر فیلم بد ساخته باشه مسعود کیمیایی که نساخته و فیلماش خیلی شرافت داره، از همین فیلمای آخری که شما کار کردی یه 80 ساله فیلم ساخته، شما 80 ساله بشه کجا وای میسی تو این سینما؟ همین الان کجا وایسادی؟ بله، صحبت‌های پولاد کیمیایی هم شنیدیم و این حواشی میخوابه تا میرسه به 2-3 ماه پیش که مشخص میشه که شهاب حسینی از همسر خودش جدا شده و با ترانه علی دوستی توی رابطه هستش که افشای این خبر هم باز یه کوچولو حاشیه ایجاد میکنه. میرسیم به بهمن 99. این سومین بهمن پرحاشیه آقای شهاب حسینی هستش. خاطبین عزیز رسانه پشت پرده سلام، لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. ما نشان نقره یوتیوب رو دریافت کردیم. خواهش میکنم ما رو سابسکرایب کنید. دوستان عزیز، برای بار چندمه دارم میگم ما رو سابسکرایب کنید. آقا سابسکرایب کن که میخوای چیکار کنی؟ لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. و یه فیلم از شهاب حسینی میاد بیرون، اونم از لحظه‌ای که توی صف وایساده و لحظه‌ای که واکسن میزنه. ببینید. بله، این فیلم که میاد بیرون طوفانی از حاشیه‌ها اتفاق میفته. مردم میان میگن که این شهاب حسینی چرا انقدر رفتارش دوگانه است و باگ داره و با این واکسن زدن مشکل ندارن و با این مشکل دارن که در بهمن 98 اومد و گفتش که خارجی ها هیچ کاری واسه ما نمیتونن بکنن، هر چیزی باید داخل کشور باشه و داخل کشور باید اتفاق بیفته، ما باید از داخلی ها حمایت بکنیم. بریم ببینیم این فیلمو. به عنوان یه ایرانی کوچک در پایان عرای زمین عرض میکنم مشکلات ما با هیچ دستی از خارج از کشور حل نخواهد شد. 1 سال 2 ساله دارم دنیا رو میچرخم، به این ایمان رسیدم مشکلی اگر داریم در درون خودمون و با تعامل بین خودمون باید حلش بکنیم. اگر نشستیم کسی از بیرون بیاد کاری واسه ما بکنه واقعا زهی خیال باطل، هیچ کس نیست. بعد از این فیلم مردم واکنش نشون میدن و میگن که آقای شهاب حسینی شما چرا واکسن داخلی نداری؟ شما که میگفتی خارجی‌ها بدن و اخن و شما مشخصه که آدم چاپلوسی هستی که توی جشنواره فجر میای و حمایت میکنی از داخلی‌ها و یک آدم نون به نرخ روزخوری، وگرنه هم میومدی داخل کشور واکسن می‌زدی. شهاب حسینی میاد واکنش نشون میده، میگه که نه، من به اصرار دوستم اینجوری یقه منو گرفته بود میکشید، داشت جر میداد، گفت بیا بریم واکسن بزنیم و منم به اصرار دوستم رفتیم و در یکی از این مراکزی که واکسن مازاد هست واکسن زدیم. واکسن مازاد داستانش چی هستش؟ اینجوری که خود شهاب حسینی توضیح داده این هستش که برای مراکزی که واکسن تزریق میکنن، شما میدونید که الان اولویت با افراد بالای 65 سال و کادر پزشکی هستش، کادر درمانی، یعنی به غیر از اونها کسی دیگه نمیتونه در حال حاضر واکسن بزنه. تو بیشتر کشورها این اتفاق افتاد، تو آلمان هم الان همین هستش، با دعوتنامه‌ای که به شما میدن با یک اصول خاص میرید و واکسنتون رو میزنید و بعد قبلش هم اصطلاحاً بگید که من میام و میزنم این واکسن رو، یعنی باید اعلام بکنید. اینجوری نیست که دعوتنامه بفرستن وایسن اونجا ببینن شما میای یا نمیای، بعد بهشون تاییدیه بدی به صورت مکتوب. اینجا شو داشته باشید گوشه ذهنتون. شهاب حسینی میگه که آره برای مرکز درمانی 20% اضافه تر واکسن میفرستن که اگر یه دونه از این آمپولا شکست، نمیدونم واکسن شکست اتفاق افتاد، بتونن از واکسن مازاد استفاده کنن، روند تزریق با اختلال روبرو نشه. یه سری که اضافی مونه چون از دمای فریز خارجش میکنن میارنش به دمای محیط، دیگه نمیتونن برش گردن به دمای فریز و باید اونو تزریقش بکنن. ما هم وایسادیم، ما شانسی اونجا به ما زدن، یعنی با اختلاف چه رفیق با معرفتی داشته، یعنی اون تبری رفیقش بهش ویلا میده توی نیاوران و کردان و جای مختلف، آقای حسینی هم رفیقش بهش واکسن میده و میگه واکسن بزن و کلا میندازه گردن رفیقش. یعنی شهاب حسینی از اون کسایی بوده که اگه بچه بوده مثلا تو جیبش سیگار پیدا میکردن میگفته مال رفیقمه، خودش گردن نمیگرفته و کلا بعد بگیم که با اختلاف یکی از مشتی ترین رفیق‌ها رو داره اینجوری که خودش میگه، اما در صورتی که ایشون قشنگ خیلی مشخصه که خیلی شیک و اتو کشیده رفته واکسن زده. بعد توی مراکزی که شما واکسن میزنید 2 بار آیدی کارتتون رو چک میکنن و خیلی کم پیش میاد واکسن مازاد باشه. ایشون ببینید چه آدم خوش شانسی بوده، اونجا رفته زارت و واکسن رو زده
و دمش هم گرم. ولی خب چرا ایرانیشو نزده اونم در نوع خودش جالبه. میمونه این ماسکی که زده بود که گفتش که البته دوستان میگفتن که این شادونه است، خودش میگفته ماسک دوستم بوده و داخل ماشین بوده من استفاده کردم. خدمت آقای حسینی و سایر دوستان بگم که ماسک مثل مسواک میمونه، یعنی یه چیز شخصیه، شما اجازه ندارین ماسک منو بزنی، چون ممکنه من درگیر یک بیماری باشم و شما اون بیماری رو بگیری. این چیز ساده‌ای بود که گفتم آموزشی به هر جایشون نمیدونست و گفتم بدونن که یک وسیله شخصیه. میرسیم به افشاگری بنیامین بهادری. بنیامین هم کلا آدم خیلی به نظر من عجیب و غریب یا بهتر بگم نترسیه و میاد میگه که آقا اینا اومدن و رفتن مدارک پزشکی درست کردن، رفیق پزشک داشتن، اونا براشون واکسن رو زدن. این صحبت‌های بنیامینه، بشنوید. سعی می‌کنم اسامی رو نگم برای اینکه اونا رو حفظ بکنم. یکی از هنرمنده خیلی مشهور و درجه یک در لس آنجلس بله که از دوستای خوب منه چند روز پیش به من گفتش که همین چند روز پیش، یعنی یک هفته نمیشه، گفتش که من دارم میرم واکسن بزنم. البته یهو دیدم خیلی جریان گنگستری کرد و باره دارن جور میکنن برام. یک سری از دوستام هستن پزشکم، برای من در واقع نامه‌هایی جور کردن که منم جزو کادر پزشکم. گفتم یعنی اینقدر من فکر می‌کردم الان تو امریکا همه واکسن زدن. گفت نه بابا، الان مثلا درصد خیلی کمی از مردم زدن که عمدتاً گروه‌های همین درمانی کادر درمانی بودن و فکر می‌کنم بالای 65 یا 70 سال سن اینجوری میگفت. بله این صحبت‌های بنیامین بود در خصوص شهاب حسینی که گویا شهاب حسینی شیطنت اینطوری کرده. هرچند در انگلیس هم خبر رسیده که چند تا از مردم عادی اومدن مدارک پزشکا و پرستارها و افراد دیگر رو جعل کردن. حالا ترفندهای دیگه هم داره که من اینجا یادتون نمیدم، ولی یه ترفندایی از شما بزنید میتونید برید واکسن بزنید، یعنی ترفندا رو اجرا بکنید. از اون ترفندا توی انگلیس استفاده کردن و رفتن واکسن زدن و مچشون رو گرفتن و آقای شهاب حسینی هم اینجوری مچش رو گرفتن و این آدم پرحاشیه یا بهتر بگم مرد پرحاشیه بهمن ما از این کلک مرغابی استفاده کرد. در صورت بازم گفتم که مردم با واکسن زدن مشکل ندارن. تا دیدم که حالا تو ایران مردم تو صف روغن وای میسن، شما میری امریکا تو صف واکسن وای میسی، هیچ مشکلی نداره. اما مردم با چیزهای دیگه مشکل دارن، چه صدایی میده و خلاصه منم اینجوری بکنم و بله خلاصه دوست دارم که نظراتتون رو بگید به ما، کامنت بذارید برامون و بگید که نظر شما در خصوص این اتفاق چی هستش و چه نظری دارید. آخرین تخم مرغام فاسد میشن، چون انقدر من برنامه با این تخم مرغا درست کردم اینا فاسد میشن و بعداً بعد بذارمش واسه مزایده این تخم مرغا. در هر صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. ویدیو رو اگر دوست داشتید لایک کنید، برامون کامنت بذارید و اگرم خوشتون اومد برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید. ممنون.